درود و سلام هموطنان عزیز، آرزو میکنم جور و صحت و عافیت بودن باشید. ما در یکی از برنامه‌های کاملا متفاوت در خدمت شما قرار دارم. امیدوار هستم که این برنامه تان جالب و دیدنی باشه. البته در قسمت چگونگی برنامه فعلا برای شما چیز نمیگم. شما برنامه را با بسیار دقت و حوصله‌مندی تا آخرین لحظات همراهی بکنید. سلام. سلامت باشین. خیر باشین. زنده باشین. خوش آمدید. امروز چی گپ است؟ والله امروز یک روز خوبی است. خب. روز وای اصلاح داریم میگن از خوشی داریم. واسه خود جای نمیشه. اما رازش نگو دقیقاً باز برنامه خراب میشه. خاطر برنامه خود اون قدر فقط میتونم بگم که امروز حاصل زحمات دوره 5 سال خودم به دست میاد. بسیار خوب. موفق باشی. دوستان عزیز، شما را منتظر نمیمانم. ما دقیقاً در جای قرار دارم که قرار است تا لحظات بعد برنامه برگزار شود. امیدوار هستم که برنامه را تا آخرین لحظات همراهی بکنین و دوستان خارجی ما در کنارم هست. ما از دوستان خارجی خود میشنوم که چه احساس دارن. أشكرك شكر كثير ونبارك لكم هذا اليوم لأنكم وصلتم هنا للمرحلة هذه وشرفتونا رفعتوا رؤوسنا كمسلمين. طبعا أنتم شباب مثابرين مثل محمد مثل الشباب الثانيين، كلكم شباب قدوة للشاب المسلم العربي أو الشاب المسلم غير عربي. ولا فرق بين المسلم والعربي والأعجم إلا التقوى. فأنتم رفعتوا رؤوسنا وحفظكم الله إن شاء الله، وإن شاء الله نشوف أكثر وأكثر من جنسية أفغانستان يرفعوا رؤوس المسلمين داخل الجامعات الروسية والعالمية إن شاء الله. شكرا. На русском. Поздравляю вас, ребят. И кого я поздравляю? Тебя или тебя? Его? Тебя же поздравляю, правильно? Всех? Всех поздравляю. Очень круто справились. Молодцы, выучили русский язык. Желаю только успехов. Все инженеры, все высшего пилотажа. Большие молодцы, ребята. Большие молодцы. Спасибо.
سلام دوستای عزیز، خوش آمدین باز هم در برنامه ما دیگه. امید که جور سعادتمند باشین. امروز آمدیم در پانتون ترانسپورت روسیه دیگه. بچه ها امروز فارغ شدن بعد از 4 سال. خودتان قسمی که میفهمین در خارج درس خواندن آسان نیست، با تمام مشکلاتی که ما می داشته باشیم، مسئولینی که می داشته باشین اینجا میفهمن، دور از فامیل دیگه. امروز تونستن به خیر می دوره را سپری کنن و فارغ شون با امید از اینکه یک روز در وطن برگردن و بر افغانستان خدمت کنن دیگه. اینا همشون از رشته انجینری فارغ شدن، انجینری رای آهن که در افغانستان بسیار زیاد به این رشته ضرورت داره، و بعضشون از انجینری ساختمانی فارغ شدن دیگه. برشون امید موفقیت میکنیم دیگه. با ما باشین دوستای عزیز، همراهشون صحبت میکنیم. جمشید جان، امروز یکی از فارغین خودت بودی با جمله دوستای دیگه افغان. حالا از زبان خودت میشنویم که چقدر خوشحال هستی و چه احساس داری این لحظه؟ خوشحال خوب نپرس. دوره 5 ساله سپری شد و اینکه بعد از زحمات دوره 5 ساله بالاخره توانستیم که دوره لیسانس بخش انجینری با پایان برسانیم. خداوند یاری آور ما باشه در این مسیر و آرزو میکنم برای دوستای دیگری که فعلا مصروف تحصیل هستن و مختلف هستن به خوبی و به خوشی دوره تحصیلشون رو به پایان برسانند و برای مردم خود، برای والدین خود، برای کشور خود بتانند تا اینکه اندکترین کار هم که اگر میتونند برای مردم خود، وطن خود در راستای آزادی، ترقی، علم، دانش از هر منبع برای مردم خود کمک و خدمت. سلامونه دوستان، خدای تعالی دې وکړي چې روغ او جوړ او صحت ولرئ. سیف الله مایار یم د روسیې د ترانسپورت په پوهنتون کې د سیویل انجینرۍ محصل. البته محصل ولم او نن د فراغت غونډه او ډېر د خوشحالۍ احساس لرم چې وروسته د 15 کالو زحمتونو څخه نن هغه خپلې نتیجې ته ورسېدلو او ډیپلوم هم واخیستی او زموږ سره په دې فراغت غونډه کې 6 نفره افغان محصلین چې د بیلابیلو پوهنځیو څخه فارغ شول او دوی ټولو ته د زړه له تله مبارکي وایم او خدای تعالی دې وکړي چې یوه ورځ په خپل وطن کې د خدمت مصدر وګرځو. سلام مجدد بیننده عزیز، امید که همگیتون جور صحتمند باشین. خلیلی جمشید هستم، یک تن از محصلینی که امروز فارغ شدن و تشکر از اینکه تا این لحظه ما را همراهی کردین. به لحظات آخر برنامه رسیدیم. شاید براتون سوال ایجاد باشه که آقای عزیزی کجاست؟ های و بسیار مشکل ما جایزه رو گرفتیم. هرچند امروز یک چیز مهم ما درک کردم که
به خاطر ساخت یک برنامه چقدر باید زحمت کشید. امروز هرچند نتونستیم که با لباس فراغت حضور پیدا بکنیم به خدمتتان تا که برنامه را برای شما جالبتر و بهتر و از جنجالهایش برای شما قصه بکنیم. به هر صورت به دلیل بعضی مشکلاتی که در اونجا وجود داشت نتونستیم که برنامه را یک ذره بیشتر و طولانی‌تر بسازیم، از جاهای خوبتر، جاهای بهتر، با معسلین بیشتر گفتگو داشته باشیم، سوال جواب داشته باشیم. خیر، باز هم گذشت. امید که با همین برنامه‌ای که آقای عزیزی البته توانست آماده بسازه برای شما و شما از او لذت ببرین و هم جنبه مثبتی برای شما داشته باشه. باز هم لایک، سابسکرایب از یادتان نره تا اینکه بیادر ما یک ذره انگیزه پیدا بکنه و بتونه که ویدیوهای بهتر، پروگرام‌های بهتر و مکان‌های بسیار دیدنی مسکو برای شما بتونه با بهترین کیفیتش به دست شما که خوب هست یا نه نظرش حتما در کامنت بتین برای شما ما حیا بسازم. باز هم تشکر از اینکه تا این لحظه ما را همراهی کردین. جهان سپاس و اینکه چیز مهمتری که منتظر ویدیوهای بعدی آقای عزیزی باشین. مطمئن هستم یک سورپرایز براتون داره. جهان سپاس، با امید خدا. خداحافظ شما.